ببینید کجا هستم. بیا اتاقشو با هم تمیز کنیم. آخه این چه وضعشه؟ دسته‌بندی کردم. قراره که الان توی کمد توی این قفسه هاش بچینم. البته اینم باید بگم اصلا جا نیست. ما دخترها چرا اینقدر به لباس نیاز داریم؟ کمد پر، زیر تخت پر، توی زیر زمین پر. واسه شلواراست.